این پیستو که با سبزیجات تازه درست میکنم میتونه هم به عنوان کنار غذای اصلی مصرف شه، هم به عنوان میان بعد و اسنک. گردو، زیتون، سبزی تازه مثل گشنیز، مثل جعفری یا شیوید تازه همگی، انواع چاشنیایی که دوست دارید و منعی برای خوردنش ندارین. من زردچوبه و زنجبیل تازه‌رم همه رو تو خردکن میریزم، فلفل قرمز، روغن زیتون، چند قاشق زیاد نه، دونه تخمه های میکس شده، دونه کتون، کنجد، یه مقدار نمک و فلفل تازه که میتونه فلفل سبز باشه یا قرمز، سیر فراوون. من منعی ندارم برای خوردن. پیست هومینامنامو که درست میکنم تقریبا تمام ویتامین ها و مواد معدنی بدن رو تامین میکنه. اینو اگه به عنوان میان وعده مصرف میکنید، اینو بدونین که فیبر کامل، پروتئین و کربوهیدرات و چربی سالم و مفید و به اندازه داره. کنار غذای اصلی میتونین سروش بکنین، تا 1 هفته 2 هفته توی یخچال سالم میمونه، خراب نمیشه. همه موادو که با هم دیگه مخلوط کردین حداقل بعد 20 دقیقه کامل هم بزنین تا کامل همه روغن به خوردش بره و یه طعم عالی بهش بده.